سال 2023 یه قتل کل بریتانیا رو شوکه کرد. یه نوجوان توی پارک شلوغ وسط روز توی شنبه آفتابی مرده پیدا شد. اسم مقتول بریانا جی بود. اسمش ماها تو خبرها دیده میشد. چون هم خود قتل عجیب بود، هم پشت پردهش و بدتر از همه کسایی که این کار رو کردن. نتیجه تحقیقات باعث شده بود نفس مردم از ترس و بهت تو سینه‌شون حبس بشه. سلام، به کانال ترو کرایم فارسی خوش اومدید. لینک ورژن بدون موزیک تو توضیحات موجوده. فقط کافیه روش کلیک کنید. بریانا 7 نوامبر 2006 به دنیا اومد. با خانواده‌اش تو بیرچ‌وود، یه محله‌ای تو شهر وارینگتون زندگی می‌کرد. وارینگتون یه شهر صنعتی قدیمی بین لیورپول و منچستر در انگلستان. حدود 170,000 نفر جمعیت داره. محله‌شون یه محله کوچیک تو شمال شهره. در واقع همه چی اونجا واسه یه زندگی عادی پیدا میشه. سوپرمارکت، یه مرکز خرید کوچیک، کافه و دبیرستان کامیونیتی بیرچ‌وود که بریانا کلاس 11 اونجا میرفت. بریانا یه نوجوان معمولی بود. تو وقت آزادش ویدیوهای تیک تاک میساخت و چند 10,000 نفر فالوور داشت. اون تو اینترنت خیلی اعتماد به نفس داشت. انگار شبکه‌های اجتماعی یه جور پناهگاه امن براش بودن. ویدیوهای رقص، فشن و آرایش اونجا آپلود میکرد. ولی با ناامیدی و اضطراب و افسردگی هم داشت همزمان دست و پنجه نرم میکرد. بریانا اوتیسم، ADHD و اختلال اضطراب اجتماعی داشت. کنار اومدن با یکی از این مشکلات حتی واسه یه نوجوان خیلی سخته. چه برسه به چند تا از این اختلالات که بریانا هر روز باهاشون دست و پنجه نرم میکرد. به خاطر این مشکلات تو مدرسه نمیتونست مثل بقیه تو کلاس شرکت کنه. یه مسئله دیگه هم که زندگیشو سخت میکرد این بود که ترنس بود. اون از 14 سالگی به عنوان دختر زندگی میکرد. متاسفانه طبق گفته دوستاش همکلاسیاش مدام اذیتش میکردن. مدیر مدرسه و مادر بریانا بعداً البته این اذیت‌ها رو تکذیب کردن. ولی خب معلومه که ممکنه همه درگیری‌ها به گوش بزرگتران نرسیده باشه. چیزی که مشخصه اینه که بریانا از مدیر مدرسه درخواست کرد که بتونه تو اتاق پشتیبانی درس بخونه. اونجا معلما به دانش آموزایی که به خاطر مشکلات یادگیری یا اضطراب نمیتونن تو کلاس شرکت کنن کمک میکنن. بریانا اونجا میتونست راحت‌تر درس بخونه و تمرکز کنه. تو همین اتاق پشتیبانی هم تو دبیرستان بیرچ‌وود تو سن 16 سالگی با اسکارلت جنکینسون آشنا شد. اسکارلت یه سال از بریانا کوچیک‌تر بود و تازه به بیرچ‌وود اومده بود. اون از مدرسه قبلیش اخراج شده بود چون تو سپتامبر 2022 به یکی از همکلاسیاش پاستیل‌های CBD داده بود. اما این دوتا خیلی زود متوجه شدن علایق مشترکی با هم دارن. هر دوتاشون به آرایش کردن علاقه داشتن و از همین طریق با هم دوست شدن. اسکارلت 15 سالش بود. بعد از اینکه تو سپتامبر 2022 از مدرسه قبلیش اخراج شد، با یه دوست قدیمی به اسم ادی ردکلیف که اونم 15 سالش بود در ارتباط بود. اونا بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی با هم حرف می‌زدن و گهگداری هم همدیگر رو می‌دیدن. 2 ماه بعد از آشنایی با بریانا، اسکارلت به ادی پیام داد. هی ادی، تازه با یکی آشنا شدم که روش کراش زدم. ولی خب هیچ حس عمیقی روش ندارم. اسمش بریاناست. نمیدونم چی جوری توضیح بدم. تازه عضو مردونه هم داره. ادی در جواب بهش گفت فنبوی یا جنبه است. وقتی باهاش حرف میزنی چه حسی داری؟ تو یه پیام دیگه هم براش نوشت فکر نکنم واقعا کراش زدی. بیشتر کنجکاوی و مجذوب شدی. تو پیام‌هاشون اسکارلت و ادی خیلی با بدجنسی درباره بریانا حرف میزدن. اسکارلت همونطور که خودش میگفت نه تنها رو بریانا کراش داشت بلکه رو هر چی که مربوط به جنایت‌های وحشتناک و قاتلای سریالی هم بود کراش داشت. دسامبر 2022 اسکارلت یه لینک از یه سایت اینترنتی برای ادی فرستاد که توش درباره تجاوز و شکنجه و قتل بحث میشد. نوشت عاشق دیدن ویدیوهای واقعی تو دارک وبم. این دختر 15 ساله از قبل به فیلم‌های ترسناک و جنایت‌های واقعی یعنی همون ترو کرایم علاقه داشت. مثل خیلی‌های دیگه ویدیوها و مستندهای مربوط به این موضوعات رو نگاه می‌کرد. پادکست گوش میداد و درباره قاتل‌های سریالی مثل جفری دامر و جان وین گیسی تحقیق می‌کرد. ولی علاقه اسکارلت به ترو کرایم یعنی همون جنایت‌های واقعی خیلی بیشتر از یک کنجکاوی معمولی بود.
چون ظاهراً یه دوست مثل ادی پیدا کرده بود که تو این کنجکاوی با شریک بود. اول ژانویه 2023 ادی یه عکس از یه چاقوی شکاری فرستاد و نوشت پولمو خرج کردم رفت. باش یه چاقو خریدم. 23 ژانویه اسکارلت برای ادی نوشت که به بریانا چند تا قرص داده. اونقدر زیاد که باید کشته میشد. بریانا بعد خوردن قرص مریض شد. ولی خودش و مامانش فکر کردن شاید آپاندیسش التهاب داره. اما بعد از چند روز حالش بهتر شد و یه مدت بعدش هم کاملا خوب شد. اسکارلت و ادی تو روزهای بعد درباره قتل بیشتر با هم حرف می زدن. یه لیست از 5 نفر درست کردن که میخواستن با هم بکشنشون. اسم بریانا هم تو این لیست بود. به علاوه یه پسری که ادی بهش میگفت بچه باز. بعدش یه پسری که اسکارلت رو جلوی معلماش ضایع کرده بود. 2 نفر دیگه هم که اسکارلت میگفت دوست پسرای سابقش بودن. در واقع ژانویه 2023 اسکارلت سعی کرد یکی از پسرای لیست رو به یه پارکی بکشونه. یه اکانت فیک تو اینستاگرام درست کرد که به اون پسر نزدیک بشه و باهاش قرار بذاره. با ادی درباره اینکه چطوری اون پسر رو بکشن، کی با چاقو بهش ضربه بزنه و کجا رو هدف بگیرن حرف زدن. ولی خوشبختانه اون پسر گول پروفایل فیک اسکارلت رو نخورد و تو شبکه‌های اجتماعی بلاکش کرد. ولی همین پارک کالچت لینیر همچنان بخشی از نقشه‌های ادی و اسکارلت بود. اونا یه جورایی تخیلات وحشتناکشون رو تو همین پارک می‌دیدن. 27 ژانویه اسکارلت سعی کرد بریانا رو به اونجا بکشونه. با این قصد که تو پارک دخلشو بیاره. ادی هم از نقشه‌ها خبر داشت. توی پیام به اسکارلت نوشت برام جالبه ببینم مثل دختر جیغ میزنه یا پسر. اسکارلت و ادی قرار گذاشته بودن که ادی چاقوش رو بیاره. حتی کلمات رمزی هم تعیین کردن. اگه اسکارلت میخواست ادی چاقوش رو آماده حمله کنه، بهش نگاه میکرد و سرفه میکرد. کلمه رمز برای ضربه زدن به بریانا گی بود. ولی بریانا چند روز قبل از اون قرار برای اسکارلت نوشت که 27 ژانویه نمیتونه اونجا بیاد چون از قبل با یکی دیگه قرار گذاشته. اسکارلت و ادی با این حال تو پارک همدیگه رو میبینن و بعد از اون روز با هم وقت میگذرونن. اونا از نقشه کشتن بریانا دست نکشیدن و دنبال یه زمان دیگه برای این کار میگشتن. اسکارلت میخواست هر چه زودتر قتل رو انجام بده، ولی ادی فقط آخر هفته ها وقت داشت چون تو مدرسه امتحان داشت و میگفت وسط هفته ها به خاطر امتحانا خیلی استرس داره. جالب بود که ظاهرا از بین بردن یه آدم براش به اندازه امتحان استرس نداشته. باور نکردنیه. اسکارلت براش نوشت نمیخوام صبر کنم، خیلی دلم میخواد اون بمیره. میخوام وحشت رو تو صورتش ببینم و صدای جیغاش رو از درد بشنوم. 3 فوریه اسکارلت یه عکس از یه یادداشت دستنویس برای ادی فرستاد. روش نوشته بود شنبه 11 فوریه 2023 قربانی بریانا جی. زیرش اسکارلت نقشه قتل بریانا رو با جزئیات نوشته بود. ساعت 1 ظهر ادی و اسکارلت همدیگر رو دیدن تا دوباره نقشه رو مرور کنن. قرار بود با هم بریانا رو از ایستگاه اتوبوس بردارن و باهاش به پارک برن و بعد با چاقوی ادی بریانا رو از بین ببرن. 11 فوریه 2023 بریانا حدود ظهر سوار اتوبوس خط 28 شد. قرار بود با اسکارلت و دوست اسکارلت یعنی همون ادی ملاقات کنه. اسکارلت بهش گفته بود که چه اتوبوسی سوار بشه و چه بلیتی بخره. برای بریانا که هنوز از اختلال اضطراب اجتماعی رنج می‌برد، سوار شدن به وسایل حمل و نقل عمومی به تنهایی یه جوری سخت بود براش. بریانا از تو اتوبوس به مامانش پیام داد: مامان من تو اتوبوس تنهام، میترسم. مامانش هم جواب داد: اشکالی نداره، همه چی اوکیه. 12 دقیقه بعد ساعت 13:53 بریانا پیاده شد و تو ایستگاه اتوبوس کلچت با اسکارلت و ادی ملاقات کرد. این 2 نفر زودتر حدود ساعت 1 همدیگر رو دیده بودن. مامان ادی این پسر 15 سالش رو جلوی شعبه محلی سوپرمارکت سینزبریز پیاده کرده بود. اسکارلت اونجا منتظرش بود و با هم به ایستگاه اتوبوس رفتن تا بریانا رو بردارن. بعد هر سه تاشون با هم به سمت اون پارک رفتن. این اولین باری بود که ادی و بریانا همدیگر رو می‌دیدن. ساعت 2:30 بعد از ظهر بریانا به یه دوستش پیام داد و گفت رفتار اسکارلت عجیبه. اون براش نوشت: دختر اسکارلت خیلی عجیبه، یه جورایی داره ادای مواد فروشا رو در میاره. آخه اسکارلت بریانا رو به این بهونه که میتونن با هم مواد امتحان کنن به پارک کشونده بود. وانمود کرده بود که داره با یه فروشنده مواد چت میکنه. حتی از یه اکانت فیک اسنپ چت هم استفاده میکرد تا بتونه چت‌های الکی رو به بریانا نشون بده.
ساعت 14:31 اسکارلت به عنوان فروشنده مواد به خودش پیام داد. ببخشید رفیق، تقریبا رسیدم. 5 دقیقه، حد اکثر 10 دقیقه. ولی در واقع اسکارلت اصلا مواد تهیه نکرده بود، بلکه یه نقشه خیلی بدتر داشت. کمی بیشتر از نیم ساعت بعد، ساعت 15:06 یه پیام از گوشی بریانا ارسال شد. با اینکه بریانا با ادی و اسکارلت بود، این پیام به اسکارلت فرستاده شد. توش نوشته بود دختر کجایی؟ ولی این پیام در واقع از طرف بریانا نبود. اسکارلت خودش از گوشی بریانا به خودش فرستاده بود تا یه جورایی برای خودش مدرک بیگناهی درست کنه، چون اون موقع بریانا جی دیگه مرده بود. 7 دقیقه بعد از فرستادن پیام بریانا پیدا شد. ساعت 15:13 دو تا رهگذر از محل جنایت رد می شدن. یه چیزی، یا بهتر بگم یه کسی رو روی زمین دیدن که یه دختر کنارش ایستاده بود و یه پسر هم روی زمین نشسته بود. وقتی رهگذرا نزدیک شدن، اون دو نفر پا به فرار گذاشتن. اون موقع بود که رهگذرا فهمیدن یه دختر که حسابی زخمی شده بود روی زمین افتاده. پالتو و کیفش خونی بود. اونا بلافاصله با اورژانس تماس گرفتن. ولی واقعیت اینه که فایده نداشت، چون بریانا خیلی وقت بود که مرده بود. بعد از 40 دقیقه تلاش برای احیا، اورژانس مجبور شد تسلیم بشه. قاتل‌ها 28 بار به بریانا ضربه زده بودن. احتمالاً 21 از این ضربه ها وقتی بهش وارد شده که پشتش به قاتل بوده. عمیق‌ترین زخم بیشتر از 12 سانتی متر تو بدنش فرو رفته بود. با اون ضربه ها عملاً بریانا هیچ شانسی برای زنده موندن نداشت. قبل از اینکه به ادامه داستان بپردازیم، خواهش میکنم که با لایک و سابسکرایب ازمون حمایت کنید. دمتون گرم. وقتی اورژانس تمام تلاشش رو میکرد تا بریانا رو نجات بده، اسکارلت و ادی فرار کردن و از هم جدا شدن. تو مسیر فرارشون گوشی بریانا رو توی جوی آب انداختن. اسکارلت به خونه خودش فرار کرد. ادی هم سوار اتوبوسی شد که به شهر خودش میرفت. وقتی هر دو به خونه رسیدن، ظاهراً هیچ مشکلی با کنار اومدن با قتلی که تازه انجام داده بودن نداشتن. حتی به این فکر میکردن که چطوری ردگم کنن تا کمتر کسی بهشون مظنون بشه. هر دو طوری رفتار میکردن که انگار از قتل بریانا اصلا خبر ندارن. اسکارلت گزارش‌های خبری درباره قتل رو برای ادی میفرستاد و براش مینوشت داداشم بهم گفت دیگه نرم اون پارک، چون یه زن اونجا چاقو خورده. ادی هم در جواب نوشت یا عیسی مسیح، واقعاً؟ اسکارلت حتی به بریانا هم پیام داد. توش براش نوشت دختر حالت خوبه؟ یه دختر نوجوان تو پارک لینیر چاقو خورده. همه جا تو خبراست. چرا ما رو اونجا ول کردی واسه اون آدم مسخره که از منچستر اومده بود؟ واقعا که کارت احمقانه بود. اسکارلت حتی به این هم فکر کرده بود که یه مظنون الکی درست کنه. مثلا یکی از منچستر اومده بود. البته معلومه که اصلا همچین کسی وجود نداشت. اون حتی این داستان رو برای مامانش هم تعریف کرد. بهش میگفت که بریانا میخواسته تو پارک با یه پسر غریبه 17 ساله از منچستر قرار بذاره. مامانش هم این حرفا رو باور کرد. حتی به پلیس زنگ زد تا این سرنخ مهم احتمالی رو گزارش بده. تو همین مکالمه مامان اسکارلت یه گوشی رو داد به خود اسکارلت تا کل داستان رو تعریف کنه. اسکارلت گفت که با ادی و بریانا روی یه نیمکت تو پارک نشسته بودن. بعد بریانا به گوشیش نگاه کرد و یهو گفت باید سریع بره تا یه پسر رو ببینه. فقط گفته بود که پسر از منچستر و 17 سالشه. اسکارلت اسم یا اطلاعات دیگه‌ای ازش نداشت. اسکارلت همون چیزی رو که به پلیس گفته بود برای ادی هم نوشت تا اونم در جریان داستان باشه. بهش دستورهای دقیق داد که اگه پلیس ازش سوال کرد چی بگه. اون حتی یه جور آگهی ترحیم برای بریانا تو شبکه‌های اجتماعی پست کرد. نوشت که بریانا یکی از بهترین آدمایی بوده که تو زندگیش دیده و یه دوست فوق‌العاده بوده. پلیس سعی کرد به فیلم‌های دوربین‌های مداربسته دست پیدا کنه که آخرین لحظات بریانا رو نشون میداد. تو فیلم‌ها دیده میشد که بریانا تو اتوبوس خیلی ناراحت بود و از یه طرف دیگه فیلم‌هایی هم بود که نشون میداد با یه پسر و یه دختر به سمت اون پارک میره. علاوه بر این، داستان اسکارلت درباره قرار با یه پسر از منچستر هم مطرح بود. چون این داستان با فیلم‌های دوربین‌های مداربسته جور در نمی‌آمد، بعد از کلی تحقیقات این دوتا نوجوان 15 ساله به اتهام قتل دستگیر شدند. با وجود داستان خلاقانه و تلاش برای ردگم کنی، اما نتیجه اونطور که می‌خواستن نشد. موقع دستگیری ادی خونسرد به نظر می‌رسید و میگفت میتونه همه چیز رو توضیح بده. ولی اسکارلت شروع کرد به گریه کردن.
اسکالت وقتی ازش پرسیدن که آیا میدونه چرا مظنونه، گفت که چون آخرین نفری بوده که بریانا رو زنده دیده. انگار از اینکه دستگیر شده و نقشش نگرفته شوکه شده بود. اون مثل اکثر قاتلا زیادی خودشو باهوش فرض میکرد. وقتی هر دو تو اداره پلیس بازجویی میشدن، اسکالت همچنان دروغ پسره از منچستر رو تکرار میکرد. ولی ادی یه چیزی دیگه گفت. با اینکه اسکالت کمی قبل بهش گفته بود که حتما به همون داستان بچسبه، ادی ولی ادعا کرد که بریانا و اسکالت رو برای مدت کوتاهی تنها گذاشته تا پشت یه درختی دستشویی کنه. وقتی برگشته، اسکالت رو با یه چاقو تو دستش دیده که مدام به بریانا ضربه میزده. وقتی این صحنه رو دیده، از ترس از اونجا فرار کرده. ولی پلیس خیلی زود میفهمه که حرفای ادی هم درست نیست، چون تو خونش یه چاقوی شکاری پیدا میشه که روی تیغش خون بریانا بوده. تو خونه اسکالت هم نقشه‌های دستنویس قتل پیدا میشه. وقتی پلیسا با این همه مدرک مواجه میشن، این دو نفر تصمیم میگیرن از حق سکوتشون استفاده کنن. پس دیگه حرفی نمیزنن. حالا بیایید یکم درباره شخصیت‌های اسکالت و ادی حرف بزنیم. اونا هر دوتاشون نوجوانهای معمولی بودن. ادی یه دانش آموز نمونه با نمره‌های عالی بود. آدمی آروم و کم حرف به نظر میرسید. یه خواهر کوچیکتر و یه برادر بزرگتر هم داشت. برادرش به خاطر رفتارهای اوتیستیک ادی مدام اذیتش میکرد. این اتفاقا قبل و حتی بعد از اینکه اوتیسمش تشخیص داده بشه خیلی میافتاد. ادی بعد از قتل بریانا اوتیسمش تشخیص داده شد. پدر و مادرش طراح گرافیک و مدیر بودن. ادی حتی یه بار توی مسابقه بین‌المللی بوکس شرکت کرده بود که تا حدی موفق هم شده بود. تو مدتی که بازداشت بود به خاطر اوتیسمش دچار یه نوع لالی انتخابی شد. اون با هیچ کس حرف نمیزد جز مامانش. اما اسکالت دختر یه معلم و یه کارگر ساختمانی بود. 3 برادر بزرگ داشت. اسکالت بعداً گفت که حدود 11 سالگی دچار مشکلات اضطرابی شدید شده و از همون موقع شروع کرده به خودزنی. قبل از دادگاه اوتیسم خفیف، ADHD و اختلال اضطراب هم توش تشخیص داده شد که خیلی شبیه مشکلات بریانا بود. ادی یه بار درباره اسکالت گفت که اون آدم عادی نیست. منظورش این بود که اسکالت از بیشتر مردم دوری میکنه و عمدن خودش رو جدا نگه میداره. شوخی‌های عجیب غریبی هم درباره کشتن آدما یا اذیت کردن حیوونا میکرد. خلاصه دادگاه اسکالت و ادی 18 روز طول کشید و 27 نوامبر 2023 شروع شد. از هر دو متهم پرسیدن که آیا گناهکارن یا بیگناه. ادی به خاطر لالی انتخابیش نمیتونست تو دادگاه حرف بزنه یا نمیخواست. برای همین یک کاغذ بالا گرفت و روش نوشته بود بیگناه. اسکالت هم گفته بود بیگناهه. هر دوشون همدیگر رو مقصر قتل بریانا میدونستن. ولی ادی مجبور شد تو دادگاه جواب سوالا رو بده. توی اتاق جداگانه نشست و جوابها رو تو کامپیوتر تایپ کرد و یه مأمور جوابها رو از طرفش خوند. ولی هر دوتاشون به جرم قتل بریانا گناهکار شناخته شدن. روز اعلام حکم معلوم شد که اسکالت برای اولین بار اعتراف کرده که به بریانا ضربه زده. به یه روانشناس زندان گفته بود که اول ادی به بریانا ضربه زد، بعدش ترسیده و فرار کرده و بعد اسکالت کار رو تموم کرد و چند بار دیگه با چاقو به بریانا ضربه زده. حتی گفته بود که می‌خواسته یه تیکه از گوشت بریانا رو به عنوان یادگاری با خودش ببره. اسکالت حداقل 22 سال تو زندان میمونه. از ژانویه 2044 تازه میتونه درخواست آزادی مشروط بده. ادی ردکلیف هم از اون طرف به 20 سال زندان محکوم شد. قاضی این پرونده گفت که قتل خیلی سادیستی بوده و احتمالاً ادی و اسکالت فقط برای لذت کشتن دست به این کار زدن. این موضوع از پیام‌ها و متن‌های زیادی که بینشون قبل از قتل رد و بدل شده بود مشخصه. درباره ادی، ترانسیتیزی هم به عنوان یه انگیزه ثانویه در نظر گرفته شد که اونم از پیام‌ها و حرفایی که درباره جنسیت بریانا زده بود مشخص بود. با این حال قتل بریانا جی به عنوان جنایت ناشی از نفرت جنسی در نظر گرفته نشد. این تصمیم با توجه به پیام‌هایی که مخصوصاً ادی فرستاده بود بحث برانگیز بود و هنوز هم خیلی باهاشون مخالفن. قتل بریانا کل بریتانیا رو تکون داد. تو خیلی از شهرهای بزرگ بعد از قتل این نوجوان مراسم یادبود برگزار شد. بعضی از این مراسم‌ها صدها و حتی هزاران نفر شرکت کننده داشتن. جلوی دفتر وزارت آموزش و پرورش تو لندن هم یه تجمع بزرگ برگزار شد.
با کمک یک کمپین جمع‌آوری کمک مالی بیشتر از 100,000 پوند برای خانواده بریانا جمع شد. این پول برای مراسم خاکسپاری و یادبود استفاده شد تا به زندگی کوتاه بریانا احترام گذاشته بشه. خانواده بریانا اتاق خواب اون رو به یه جور اتاق یادبود برای خودشون تبدیل کردن. همچنین کمک‌های مالی به پروژه ذهن آگاهی در مدارس اهدا شد. این سازمان برای معلم‌ها دوره‌های آموزشی برگزار میکنه تا درباره سلامت روان دانش آموزا آگاه بشن. تو خیلی از مقالات خبری اولش به ترنس بودن بریانا اشاره نشد. تو بعضیای دیگه هم از اسم قبلیش استفاده شد. اسمی که قبل از تغییر جنسیت داشت. هر دوتای این موارد بعداً مورد انتقاد قرار گرفتن. چون پیام‌های ادی نشون میداد که حداقل یه جور تحقیر نسبت به افراد ترنس وجود داشته و میشد اینو برداشت کرد که هویت بریانا یکی از دلایل قتلش بوده. بهار 2024 مادر بریانا با مادر قاتل دخترش ملاقات کرد. مادر بریانا مدام تاکید میکنه که هیچ کینه‌ای نسبت به خانواده اسکارلت و ادی نداره. اون سعی میکنه سرنوشت وحشتناک دخترش رو به یه چیزی مثبت تبدیل کنه. اون هنوز هم یه فعال اجتماعی و برای افزایش آگاهی تو مدارس تلاش میکنه. همچنین از مدارس میخواد که استفاده از موبایل رو برای بچه‌های زیر 16 سال ممنوع کنن تا جلوی قلدری‌های اینترنتی گرفته بشه. اما در آخر خیلی مهمه که وقتی درباره تأثیر اختلالات روانی مثل اوتیسم یا ADHD صحبت میکنیم حواسمون باشه که به هیچ وجه باعث ناراحتی یا برچسب زدن به بچه‌هایی که این اختلالات رو دارن نشیم. هدف ما درک بهتر این اختلالات یا نحوه تأثیرشون بر رفتار، نه قضاوت یا پیش‌داوری. و اینو در نظر بگیریم که حتی تو آدمایی که به نظر ما کاملا عادی به نظر میان ممکنه درصدی از این اختلالات وجود داشته باشه که امکان داره با وجود شرایط نامناسب زندگی یا روحی خودشون رو نشون بدن. یعنی منظورم اینه که نباید افراد دچار اختلالات رو جدا از جامعه و محیط زندگی خودمون بدونیم. حتی امکان داره خود ما از وجود بعضی از این اختلالات تو وجودمون بیخبر باشیم، چون اونقدر مقدارش در ما زیاد نیست که باعث پیگیری از طرف ما یا پدر مادرمون شده باشه. کلاً بچه‌های دارای اوتیسم و ADHD مثل هر بچه دیگه‌ای نیاز به عشق و احترام و پذیرش دارن. خشونت و رفتارهای پرخطر ربطی به داشتن اختلالات روانی نداره و عوامل مختلفی در بروز این رفتارها نقش دارن. مثلا تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکلگیری شخصیت. محتوای خشونت‌آمیز و سادیستی که این دو نفر تو دارک وب پیگیری می‌کردن احتمالاً تو شکلگیری شخصیت و تمایلات خشونت‌آمیز اونا نقش داشته. اینم از داستان امشبمون. تا پرونده بعدی، خدا نگهدار.